به صورت کلی من اگر بخوام به موارد اشاره داشته باشم باید عرض بکنم که مورد یک به کویک سوروی یعنی برداشت سریع اشاره داره، مورد دوم به برنامه‌های ما اشاره داره، پروگرام، مورد سوم به مدیریت فایل‌ها اشاره خواهد داشت، مورد چهارم ترانسفر، امکان انتقال اطلاعات از فضای دوربین به فضای نرم افزار و از فضای نرم افزار که بر روی سیستممون نصب به فضای دوربین رو برام فراهم میکنه. با استفاده از گزینه 5 ستینگ رو خواهیم داشت، میتونیم تنظیمات دوربین رو تغییر بدیم و گزینه 6 هم تولز، ابزارهایی رو در اختیار ما قرار خواهد داشت. من از مورد 5 شروع میکنم، کنارش عدد 5 نوشته شده، یا بر روی 5 کلیک میکنم یا با استفاده از نویگیشن کی و یا کلیدهای حرکتی خودم بر روی اون قرار میگیرم و بر روی اینتر کلیک خواهم کرد. سه تا حالت در اختیار من قرار داده شده در پنجره ستینگ منیو: جنرال، EDM و کامیونیکیشن پارامتر. مورد یک، جنرال. نگاه کنید کلیدهای نرم افزاری من اینجا ندارم که بتونم از کلیدهای تابع استفاده کنم، ولی کنارش نوشته شده یک. من میتونم بر روی اینتر کلیک داشته باشم چون دقیقاً الان حالت انتخابم بر روی این جنرال فعال هستش، یا اینکه بر روی عدد یک کلیک داشته باشم. خب وارد تنظیمات میشم. همونطور که مشاهده می‌فرمایید از 5 صفحه تنظیمات من برخوردار هست و من میتونم بین صفحاتم جابجایی داشته باشم. از صفحه یک شروع میکنم و موارد کلی‌تر رو اصلی‌تر رو عنوان میکنم که به فیلم‌های آموزشی هم که بر شما تدارک دیدیم بپردازیم. گزینه اول کانترست. من میتونم کنتراست دوربین خودم رو تغییر بدم، 50%، 60%، 70%، هر اون چه مد نظر من هستش. مورد دوم و سوم تریگر کی 1 و تریگر کی 2. همونطور که عنوان کردم میتونم برای هر کدوم از این کلیدهای ماشینی خودم آپشنی رو تعریف بکنم. بتونم مثلا در تریگر کی 1 من حالت اور رو فعال میکنم و در تریگر کی 2 حالت دیس رو، یعنی زمانی که من برای تریگر کی 1 کلید ماشه بالا کلیک داشتم اندازه‌گیری انجام میشه و اطلاعات ذخیره سازی میشن، و زمانی که بر روی کلید ماشه پایینی کلیک کردم اندازه‌گیری انجام میشه ولی اطلاعات ذخیره نخواهد شد. فقط صرفا ما میتونیم اندازه‌گیری انجام شده مثل موارد پارامترهای مثل مختصات رو مشاهده بکنیم. و موارد چهارم و پنجم یوزر کی 1 و یوزر کی 2 این امکان رو میذارن که همونطور که عرض کردم برای دکمه‌های یوزر کی 1 و 2 به صورت شخصی سازی شده آپشن هایی رو قرار بدم. من یوزر کی 1 رو به طور مثال شخصا همیشه روی لول قرار میدم و برای یوزر کی 2 حالت لیزر پوینترش رو فعال میکنم. و دو گزینه آخر تیلت کارکشن و هورزنتال کارکشن یعنی تصحیحات مربوط و زاویه رو خواهیم داشت. بر روی پیج کلیک میکنم و وارد صفحه دوم از بخش تنظیمات خودم میشم. من میتونم در قسمت اول مشخص بکنم که صدای بوق دوربین توتال استیشن خودم فعال باشه، فعال نباشه و یا با صدای بلندتری این اعلام رو داشته باشه: آف، غیر فعال، نورمال و حالت لود. و یا اینکه در قسمت سکتور بیپ من میتونم مشخص بکنم، این امکان رو فراهم بکنم که اگر به طور مثال دوربین من در راستای زوایای اصلی تر مثل 90 درجه، 180 درجه، 270 درجه و 360 درجه قرار گرفت، یک صدای بوقی از سمت دوربین به عنوان کمک در اختیار من قرار بگیره. مورد سوم هورزنتال اینکریمنت برای من مشخص میکنه که دوربین من به صورت ساعتگرد زاویه‌اش زیاد بشه یا به صورت پاس ساعتگرد. اگر حالت رایت من فعال باشه زمانی که دوربین رو به سمت راست میچرخونم زاویه اون هم زیاد خواهد شد، و اگر حالت لفت فعال باشه زمانی که دوربین رو به سمت چپ میچرخونم زاویه من زیاد خواهد شد. گزینه بعدی ورتیکال ستینگ، تنظیمات مربوط به زاویه قائم. من در این بخش میتونم امتداد مبنای محاسبه زوایای قائم خودم رو مشخص بکنم. در قسمت زنیت امتداد مبنای من امتداد قائم من هست، میتونم حالت هوریزنتال رو مشخص بکنم تا زاویه که در اختیار من میگیره به عنوان زاویه قائم نسبت به صفحه افق باشه، یعنی مثلا زاویه شیب رو به برنامه سایت در اختیار من قرار بده. و یا اینکه مورد آخر شیب به صورت درصد در اختیار من قرار بگیره. پنجره 3/5 میتونم در این قسمت در قسمت انگل یونیت واحد زاویه خودم رو تغییر بدم. الان در حالت گراد هست، میتونم درجه اشارش بکنم. حالت میدین که یکی از واحدهای نقشه برداری هست رو انتخاب بکنم، درجه ثانیه رو انتخاب بکنم.
در قسمت دیستنس یونیت من میتونم واحدهای مربوط به فاصله رو تعیین بکنم که در ایران ما از متر استفاده میکنم، واحد متر. در قسمت بعد من میتونم تعداد رقم‌های اعشارم رو مشخص بکنم و دو واحد بعدی به واحدهای دما و فشار خواهند پرداخت. در صفحه 4 از 5 قسمت کد من میتونم این مورد رو مشخص بکنم که اگر کدی رو برای عارضه‌ای در نظر گرفتم و برداشت انجام شد، برای عوارض بعدی هم کماکان این کد باقی بماند تا زمانی که خود ما بخوایم این کد رو تغییر بدیم و هر بار نیاز نباشه که از ما این سوال بخواد بپرسه بگه که آقا کد مد نظر شما به چه صورتی هستش، یعنی هر بار ریست کنم کد قبلی رو. ببینید عزیزان من، ما وقتی که وارد یک محوطه‌ای میشیم و میخوایم برداشت عوارض داشته باشیم، گاهن نیاز هستش که به طور مثال موقعیت درخت‌ها، شیر فلکه گاز، تیر برق، اینا رو هم برداشت داشته باشیم. برای اینکه موقعیت این موارد با رؤوس سایر عوارض ما قاطی نشه، براشون کد تعریف میکنم. به طور مثال من کد تیری رو تعریف میکنم برای درخت‌ها و زمانی که اطلاعات رو ابتدا وارد فضای نرم افزار اکسل میکنم و سپس وارد فضای نرم افزار 3D میکنم، اونجا دیگه به اشتباه نمیافتم. فکر نمیکنم یکی از رؤوس عارضه مد نظر من هستش. دقیقا مشخص میشه این عارضه برداشتی، این عارضه که اندازه گیری شده کدش تیری هست، یعنی این عارضه من از نوع درخت هستش. و صفحه 5 از 5 من میتونم مشخص بکنم که نوع دسته‌بندی اندازه گیری ها برداشتان به چه صورت باشه. الان حالت زمان فعال هستش، به صورت از کم به زیاد باشه یا افزاینده باشه یا کاهنده باشه. میتونم مشخص بکنم در قسمت بعدی که پوینت آیدی های یکسان داشته باشم. این اجازه رو میتونم بهش بدم یا اجازه رو بردارم، نات الاو رو فعال بکنم. و قسمت آخر که این هم قسمت مهمی هستش، من میتونم مشخص بکنم که اگر دوربین من بعد از گذشت یک زمانی مورد استفاده قرار نگرفت، خود دوربین خاموش بشه. بعضا این حالت دیسیبل قرار داده میشه، دوربین رو داخل جعبه قرار میدن، انقدر دوربین روشن میمونه تا باتریش رو از دست بدن و اون موقع است که دوربین خاموشه. اینو بهتر هستش که رو حالت اینیبل قرار بدید تا بعد از گذشت یک بازه زمانی مشخصی دوربین شما ارزان با حضورتون خودکار خاموش بشه. خب همونطور که مشاهده می‌فرمایید من در کلیدهای نرم افزاری خودم الان دو تا موردش فعاله، یکی ریست یکی اوکی. یعنی من کلیدهای تابعی یا فانکشن کی F2 و F3 عملا غیر فعال هستش و نمیتونم از این استفاده بکنم. اگر بخوام تنظیماتی رو که اعمال کردم ریست کنم به حالت اولیه برگردم بر روی F1 و اگر بخوام موارد مد نظرم رو که اعمال کردم تایید بکنم و لحاظ من از نظر من اوکی هست، بر روی گزینه F4 کلیک خواهم کرد و اطلاعات همونطور که مشاهده می‌فرمایید ذخیره‌سازیش انجام میشه. مورد دوم EDM. در قسمت EDM همونطور که خدمت شما عرض شدش باید نوع منشورمون رو مشخص بکنیم. منشور ما ممکنه پریسم استاندارد باشه. پریسم استاندارد عرض کردم میتونه در دو حالت قرار بگیره، یا روند یا مینی. من یا از منشور استاندارد دارم استفاده میکنم یا از مینی منشور استفاده میکنم. اینجا باید من تعیین بکنم که نوع منشور من به چه صورتی است. عزیزان من در نظر داشته باشید شما هر منشوری که استفاده میکنید داره یک ضریبی هستش. به طور مثال من حالت مینی منشور رو فعال میکنم، ضریبش داخل دوربین لایکا 17.5 میلیمتر است. همین عدد باید در مینی منشور شما هم حک شده باشه و شما باید همچین منشور خریداری بکنید. بعضا به دو نقطه نشانه روی میکنن همکارا، سوال برشون پیش میاد، یعنی آقا من یه بار با لیزر اندازه گیری کردم، یه بار با منشور اندازه گیری کردم، نگاه میکنم میبینم اندازه گیری هام نتایج یکسانی به همراه ندارند. اینها رو باید به پارامترهای مختلفیش توجه داشته باشید که ببینید علت این خطای شما به چه صورتی است. یکی از عوامل اصلی ایجاد همچین خطایی یکسان نبودن ضریب منشور مورد استفاده با ضریب ثابتی هستش که دوربین لایکا براش تعریف شده. همچنین از مودهای مختلفی که میتونی برای EDM قرار بدی همونطور که عنوان شد، حالت نان پریسم استاندارد هستش که یعنی ما اصلا قرار نیست منشور استفاده بکنیم، به طور مثال قرار است به نقاط دوردست که برج نشان روی داشته باشیم
و یا حالت تک رو هم من میتونم فعال بکنم تا به منشورهای برچسبی خودم نشانه روی داشته باشم. همونطور که مشاهده می‌فرمایید ضریب ثابتش هم در دوربین لاکای ما 34.4 میلیمتر هستش. در قسمت اتمسفر که برای اینکه بهش دسترسی پیدا بکنم نیاز است بر روی کلید تابع F1 کلیک داشته باشم، بهتر هستش که همیشه من دما و فشار محیط خودم رو هم تعریف بکنم. عزیزان من، تغییرات دما و تغییرات فشار باعث میشه که اندازه‌گیری‌های متفاوتی گاهن داشته باشیم برای اینکه دوربین داخلش این پارامترها رو به خوبی اندازه‌گیری داشته باشه و محاسبات درستی بتونه داشته باشه و اندازه‌گیری‌های درستی رو در اختیار ما قرار بده. شما همیشه دما و فشار رو هم به صورت کامل در این قسمت وارد بکنید. من برای F4 کلیک میکنم، حالت اوکی، و همونطور که مشاهده میکنید در کلیدهای نرم افزاری یه علامت فلش رو به پایین هم داره مشاهده میشه. این به من نشون میده که یک سری کلید نرم افزاری دیگه هم اینجا وجود داشته که در این 4 تا مورد نگنجیده. مثلا 3-4 تا مورد دیگه هم داشتیم. برای اینکه به اونها هم دسترسی داشته باشیم من میتونم برای F4 کلیک داشته باشم و همونطور که مشاهده میکنید گزینه مثل اسکیل و سیگنال هم در اختیار من قرار گرفتش. از فضای تنظیمات مربوط به EDM هم خارج میشم و تنظیم آخر تنظیم کام دوربین من هستش. بر روی اون قرار میگیرم و بر روی اینتر کلیک میکنم. عزیزان میخوان اطلاعات خودشون رو از فضای دوربین توتال استیشنشون به سیستم خودشون با استفاده از نرم افزارهایی که وجود داره تخلیه بکنن و این اطلاعات رو وارد فضای نرم افزار سیویل 3D بکنن برای ترسیم عوارض، ولی نگاه میکنن به برداشت‌های خودشون اطلاعات هم منتقل میکنن به یک مشکلی برمیخورن. میگم ما تمامی اندازه‌گیریامون رو به خاطر اون هست درست انجام دادیم. در دوربین توتال استیشن هم چک کردیم، همه اندازه‌گیری‌ها رو داشتیم، ولی این اندازه‌گیری‌ها، این داده‌های ما به درستی منتقل نشده وارد سیستم خودمون. دلیلش چی هستش؟ دلیلش همین بودریتی هستش که مشاهده می‌فرمایید. البته این یکی از عواملش هستش. عدد بودریت داخل نرم افزار نسبی روی سیستم شما باید با عدد بودریت دوربین توتال استیشن شما یکسان باشه. در غیر این صورت اطلاعات به درستی منتقل نخواهد شد. از فضا خارج میشم